همین سیل پول هم کیلومتر روشم میبره اینا اصول فهمیدی انا اکن یک تا سیل کلیت کرد این همو خیلی بوش دیستای خانه اونم خانه شیزه بو سیل میخواد میکنه محله جوانی جماعت چوینگران شهر وحدت این ساکنان منتظر کمک‌های اولیه مقامات هستند. خودشان مجبور شدند به طور حشر آبولای را از حولی‌هایشان بیرون برآورند. نه هیچ نشده ولی ما یکم چه کمک ندیم خواهیم خلق اومدیم جای اردام کریسیان تمام یکم چه کمک نرسونده یکم جو سیل ماشین این خانواده را میبرد، قسمی از منزلش را ویران نموده، ذخیره آذوقه‌اش را هم نابود میسازد. با یردان کم بغل و اوحش با یردان نمیکنن اخی یردان کنن اخی برای بنیاد این منزل این زن 12 سال در مهاجرت مهنتی در روسیه کار کرده است. اوچا را ندیدم اوچا مرد و تا مرده نیامدم که خونه کنم خونه اوچام سرم نکنم نه به همین احوال شدیم. مسئولان میگویند به ساکنان کمک‌های کردند و برای پورا معین نمودن حجم ضرر و مساحت آن کارهای بروی خودگیری جریان دارد. گروه‌های کاری 10 گروه تشکیل کرده شده توسط خانه به خانه وابسته به شرایط زیستی مردم ضرر دیده کمک مالیوی یعنی خوراک و مواد ضروری گیگینی رسانیده شده ایستاده است. اما ساکنان محله چنین ادعا را رد نموده از آن نگرانند که تا حال به جز دسترس نمودن آب نوشاکی دیگر از هیچ کمک برخوردار نشدند. ساکنان این محله میگویند اگر در زودترین فرصت به آنها کمکی فوری رسانیده نشود احوالشان بدتر خواهد شد. هرچند بعضی نمایندگان مقامات میگویند که به ساکنان کمک رسانیدند ولی از چند منزلی که دیدن کردیم و با ساکنانی که صحبت کردیم چنین ادعا را رد کردند. علیشیر ظریفی، امیر ایسایف، رادیوی آزادی، جماعت چوینگران شهر وحدت.